بینندگان گرامی، نمایشنامه ما از روزگار طبیب روششناس، طبیبی که با ایما و اشاره سحر سخن، حسن ادا شفا می بخشد، ملا ظهور طاهری نقل می کند. با یاری و دستگیری ملا ظهور طاهری در جمهوری ما بار نخستین به زبان تاجیکی مجله شفا به تب رسید. خرسند بخش است که امروز ها مردم دیار عزیز ما صاحب یک دفتر است، صاحب مجله شفا گردیدند. اولی مراتب سال 1990 من یک مقاله در گزیت جمهوری نوشتم که در جمهوری خودمون مجله یا روزنامه در ساحه تیپ پیدا شود. بعد چند روشنفکرها دستگیری کرده با مقاله نوشتن که با نام شفا، با نام دوا، مهرگیا چاپ شود. سال 1991 من در نزد کمیته مرکزی شرکت اکام سینا تشکیل شد و در همانجا ما مقصد گذاشتیم که همین نقشه خود را عملی کنیم. با وزارت تندرستی مراجعت کردیم. وزیر اون وقت جورخان امامیش دستگیری کردن، گفتن ما هم کوشش میکنیم، یاردم میکنیم و به واسطه ماه 3 دکبر سال 1991 و ما شهادتنامه درباره به قید گرفتن نشریه دوری مجله شفا اجازه دادند و اولین شماره ماه ایون از چاپ برآمد. چون که مؤسسی به واسطه که مثلا همین مجله را از جهت اقتصادی گوییم تشکیل کرد، این فرمه اکام سینا بود و در وزارت گفتن که باید سردبیر کارمند ساحه طب باشد که با بیماران، بیمارخانه ها، با دکتران صحبت میکند و به سوال ها جواب داده تواند. و در آنجا چند اندیشه ها شد. ما پیشنهاد کردیم چند رفیقایی که سردبیر شوند، همه از این چیز دستکشی کردن، چون که در این شب روز بسیار مجله ها، روزنامه ها قریب بسته شده ایستاده بودند و وزیر گفتند که این فکر و اندیشه که بود، عقیده هایی که بود، خودش سردبیر شود و به واسطه در همونجا من همچون سردبیر همین مجله تعیین شدم و تا امروز من در دوام 2 سال ما شماره 4 میگوییم این مجله را از چاپ برآورده ایستادیم و خوشبختانه وزیر من نوی ما رفیق احمدوف، علمخان احمدویچ وعده قطعی دادن که از سال 94 به بودجه دولتی میگیرند و ما از دولت تازه مبلغ جمع کنیم. به فکرم آزاد شده، فقط برای پیشروی کار این مجله کار میکنیم. خوشبختانه این مجله نه اینکه در جمهوری ما، بیرون از جمهوری ما که در آنجا تاجیک زبان ها زندگانی میکنن، از آن جمله من در نزد شما ایستاده است، از سمرقند، از بخارا، از چرچیر، از دیگر جمهوری ها با ما مکتوب نوشته چه خیل عبور شوند، چه خیل مثلا این مجله را دستگیری کنند، گفته نوشته ایستادند. بلند برداشتن سویه دانش طبی مردم تاجیک زبان، نگاه داشتن سلامتی، پیش گرفتن همه گونه بیماری ها، چنین است مقصد مجله شفا. سردبیر مجله پیوسته با علمان، طبیبان مردمی، با خوانندگان علاقه زشت دارد. کشور عزیز ما مکان گیاهای شفا بخش می باشد. در همین درمانگاه با یاری طبیبان خلقی، با سروری ملا ظهور طاهری از گیاه ها عاقلانه استفاده می برند. شربت های گوناگون تیار می کنند. در لابراتوری این گیاه ها را از نظارت دکتران می گذارانند و بعد به دردمندان پیشنهاد کرده می شود. در مغازه شفابر رساله کتاب های علمی طب، مجله ها، علف های ضروری به فروش شده. همشیره های طبی مزاجانشان را با سخن های نیک، چهره های خندان پیشواز می گیرند، زیرا خوب می دانند که اگر بیمار با نیت نیک آمده باشد و
و البته باید از این درگاه صحت سلامت باشد. برآمده رود آدمان، ای آدمان، هر یکی صاحب دل و صاحب زمان، روزتان با حرف خوش گر سر شود، روزتان خوشروی و زیباتر شود. میگوید مظهور طاهری. طبیب شناخته تاجیک ملا ظهور طاهری برای جلب کردن طبیبان خلقی جد و جهد زیادی میکند. همصحبت من طبیب خلقی فیاض عبیدالله می باشند که چند پیش همین مکتبی که استاد تشکیل کرده بودن ختم کردید و شما امروز اساساً با کدام علفها سر و کار دارید؟ من اساساً با گیاهای شفابخشی که تاجیکستان به میگویند من خوجه و بیگردمده و زوب و قطراتکین و همینجور به میگویند سر کار دارم با همهشون. یکی از این گیاه قیسوم می باشد که این بوی مادران معلوم است که به کسلی های وسپلینی، همه کسل های رودگی، میدگی، کسل های جگری، کسل های ششی فایده کلان دارد. باز غیر از این به گیاه های من در کوم رویدگی گیاه های هزار شپند. ملا ظهور طاهری به گیپناز و طبابت به واسطه تلقین هنوز در دوره دانشجو بودنش میل پیدا کرده بود و تا امروز او در این ساحه دائما زحمت میکشد و مهارت خود را صیقل میدهد. بیایید لحظه ما هم به سخنهای نرم و باور بخش طبیب روحشناس گوش دهید. نگرید این جوانزن لحظه تشویش روزگار را یک سو گذاشت و از درد و غمها خود را آزاد حس کرد. این هم باشد در نتیجه هیپنوز دکتر روحشناس. در حضور دوستان گویید سخنهای لطیف، خنده هم داروست، انسان را طبابت می کند. در این درمانگاه مزاجان را بیشتر با اصول سوزنزنی شفا میبخشند. در این ساحه استاد نیز شاگردانی زیادی دارد. میبخشید مسیدین شما این بیمار را از کدام کسلی ها معالجه کرده استادید؟ اصلا کسلی عصب وابستند. بسیار کسلی که بسیارتر از عصب وابستگی دارد، ما بسیارتر هم کسلی رو مطابقت میکنیم و همچنین کسلی دیگر نموده کسلی بمونده، کسلی گرده، معده، تلخه، کسلی دل. چند وقت با این کار مشغول هستید؟ من با این کار تقریبا 3-4 مدت. در تحت سروری که برابری استاد ملا ظهور طاهری. من شنیدگی بودم ملا ظهور طاهری وقتی که در توبتگاه خوجابیگر کار میکردن، من مقصد گذاشتم که با توبتگاه خوجابیگر با کار رفته با اون کس همکاری کنم. وقتی که من با توبتگاه با کار رفتم، افسوس که ما اونجا با وام نخوردیم و کس شهر دوشنبه گذاشته بوده است. ما برابری اون کس با از مشکلی زیاد همین شرکت تشکیل کرده شد. ما حاضر همکاری داریم. خیلی که معلوم است سالهای آخر چی در جمهوری ما چی در سابق اتحاد شوروی دردمندان به طبابت دکتران روحشناس پسیکوتراپیست ها اخلاص می‌بندند. محض با کمک آنها از بند تمام دردها رهایی می‌یابند. اما مگر چنین معالجه به داروی درمان امکان پذیر است؟ انا با این سوالها روشنی انداختن ما قرار دادیم که با دکتر روحشناس مؤلف چندین کتاب‌های علمی از جمله نوای دل، اسرار عائله داری، مؤلف مجموعه شعرهای نوسفر، چیل قلم ملا ظهور طاهری صحبت آراسته کنیم.
مولا ظهور طبیب خوب، شاعر خوب هم می باشند. سلام ای رود پرجوشی زرفشان، تو را من دوست دارم از دل و جان. چو آیم ساحلت هرگاه از دور، نماند در دلم اندوه و ارمان. کنارت دهه زیبای پتخین، عزیز زادگاه من ماوا گرفته. خیالم دهه خرد عزیزم، همه زیبایی دنیا گرفته. با هر جا باشم از دور از دیارم، زرفشان را چو مادر دوست دارم. به نزد دیه و بر نزد مادر، من از روی صداقت سجده آرم. مولا ظهور طاهری نقشه های نو به نوی ایجادی می کشد. مهارت خود را در این جاده صیقل می دهد. امید است که او در ساحه روحشناسی باز یک صحیفه نوی مهارت هنری خود را ضم می سازد. اینک شناس شویم و با اهل خانواده دختر روحشناس مولا ظهور طاهری دوام میکنند. امروز من با فرزندانشان حالا شناس میکنم. شما را نامتون چی؟ بنفشه جان. نام شما چی؟ فرهاد جان. بنفشه جان، شما میدونید که پدرتان شعر می نویسند؟ کدام شعر پدرتان شما از یاد حاضر خوانده میدید؟ افتخار. در کوچه قطار آدمان بسیار، برخی از آنها از کار بیزار. گشتن کوچه مثل سگ بچه، عادت بشده و این کتچه. در دست سگار بیکاری شعار، در پیش برش تکمه ها قطار. او خانه بیزار، او مردم آزار. گشتن کوچه به او افتخار. کدام کنکورس به اشتراک کرده چی؟ جای چند جای چنده نصیب شد دیگه.
دکتران روحشناس زیاد شده است که کم نیست. لیکن در بین مردم آید دکتران روحشناس یا اینکه اکستراسنس ها بسیار روایت و آوازه ها می روند. شما در این خصوص چه بخونید؟ البته انسان بیکن بودی نمی شود. چنانه که خیام گفته است ناکرده گناه در این جهان کیست بگو، وانگاه که گناه نکرد چنین زیست بگو، من بد کنم و تو بد مکافات دهی، پس فرق میان ما و تو چیست بگو. دکترهای روحشناس هستند که در حقیقت قسمی که هر یک طبیب میخورد با نام هیپوکرات و همون قسم صادق هستند، برای مردم از تحت دل خدمت میکنند و در تمام سیستم ما اگر دیده برایم در هر سیستم آدمای ناتازه بسیار هستند. و درباره اکستراسنس گفتید، اکستراسنس البته این آدمایی که حسیاتشان نسبت بلند است و در بین اکستراسنس ها اکثریت دکترها نیستند. از بین طبیبای مردمی پیدا میشد اکسترا یعنی حسیات بلند و سنس حسیات. آن بسیار آدمانی که بیاتاق دارد، بیاتاق قطعی توابط میکند با واسطه دست، یعنی که اون آدم با واسطه دست وقتی که دست به بدن انسان میگذارند در بدن ما دائم انرژی در گردش است. از ناف بالا مثلا انرژی مثبت، از ناف پایین انرژی منفی. وقتی که اینا در طب مردمی ما من که شما گفتگی بودم که بعضی کمپیرها ایم میکردن آدم‌ها، بعد که همون دستشو گرفته نان گرد اشکماشو چرسوند دهنشو توف کرد مثلا سگ میپرتون که همین انرژی منفی انرژی کسل از بدن وای دور شده رفت. و امروز این علم قریب تماما اثبات شده است. وقتی که انسان در بطن مادر است یک پرده مخصوص است، ما این آورا میگیم گیر ما انرژی نه که ما این چشم عادی نمیدونیم. مادامی که در همین انرژی یگان جاش وایران میشه از اونجا دائم همون انرژی برآمده میستاد. مثلا گوییم که اگر تربایی که آب گرم میرد آب اونجا برآمده رفتن گرد گرمی خانه با کمتر میشه. انسان هم میخوادیم انرژی که از اونجا شکاف شده برآمده رفتن گرد در قسم دل باشد ما در دل درد حس میکنیم، در جگر باشد در جگر. اکستراسنس با واسطه دستش با واسطه همون انرژی گویا که به اندازه میکنند و محکم میکنند. همین که بعضا توابط گویم دکترها اگر یاردم نکند آدم ها نزد اکستراسنس میرن به شرطی که اکستراسنس که باشد و از جهت طبی معلومات ناز داشته باشد. چون که من بعضی اکستراسنس ها میدونم که در یک روز